سلام دوستان، من یک دستگاه ویب خریده بودم برای استفاده. این مارک 18000 پاف توضیحات روشه که مایع تشکیل دهندش هم نیکوتین هست، گلیسرین گیاهی هست و پروپیلن و طعم دهنده که حالا انواع مزه ها توش هستش. این 18000 پاف ما حساب کردیم که اگه ما روزی روزی 200 پاف هم که بکشیم، این برای 6 ماه حداقل برای ما میتونه 2 ماه برای ما میتونه کارایی داشته باشه، در صورتی که 4 روزه تقریبا نصفش تمام شد. از طریق این نمایشگری که روش هست، اینجا 4 تا خط داشت که الان 2 خطش مصرف شده ظاهرا و پس از 4 روز این لمسی هستش. اینجا درجه 1 2 3 داره و این درجه ها برای قدرت المنتش هستش و نمایشگر باتری. ما چون این به عنوان یک بار مصرف ارائه شده، ما قصد داشتیم که اینو بازش کنیم و نشون بدیم که میشه دوباره اینو به وسیله این سالت یا جویس پرش کنیم و مجددا ازش استفاده کنیم. برای باز کردنش یک تیغ نازک، پوکت بور یا چاقو، این قسمت شیارش از بالا یه فشار خیلی کوچیک شروع میکنیم آوردن که این رویش نشکنه. چند تا زامن داره، اینا رو باز میکنیم. میبینید که تقریبا بیشتر این مواد تموم شده تو این 4 روز، یعنی این 18000 پاف یه دروغ بزرگه. خب برای که بخوایم اینو مجددا قابل استفادهش کنیم، این از پایین بازش میکنیم خیلی آروم. به نرمی قسمت پایین رو در میاریم. قسمت روکش قسمت شارژر و این قسمت لاستیکی در پوش بلورش. این قسمت با اون المنت مرکزی خارج میشه، اینو زیاد بیرون نیارید که ممکنه المنتتون آسیب ببینه. خب همینقدر که بازش کنین کافیه. حالا میتونین با این آروم شارژش کنین. این وقتی که تموم میشه این حالت پنبه‌ای داخلش کاملا سفید میشه. اگر هم بدون مواد استفادهش کنین این میسوزه و عملا دستگاه از کار میفته. البته یه توضیح بدم که بعضیا فکر میکنن که از اینجا هم اگه بریزن این کار انجام میشه. نه، اینجا مستقیم وارد مسیر هوا میشه و از این ته مواد خارج میشه. البته برای کسایی که بخوان طعمش رو سبک کنن، میتونن گلیسرین گیاهی تهیه کنن و با موادشون
قاطی کنن، رقیق تر بشه و از لحاظ طعم مزه‌ای که داره یکم اذیتش کمتره. دوستان دست کلینکس احتیاج داریم. تقریبا پر شد. خب ما اینا آروم میبندیم. این که به همین راحتی اینو قابل استفاده کردیم و مجددا شارژ شد. مجددا در گوشش رو میذاریم سر جاش. خیلی دقت کن که به مدار این نمایشگر ضربه نخوره. البته این نمایشگر بر اساس میزان مواد داخلش نشون نمیده، این بر اساس تعداد مصرفی که انجام میدین یک پیش‌فرضی داره و این عددا رو، این خونه ها رو کم میکنه. یعنی ممکنه شما مواد خودتون میریزین پر باشه ولی اینجا نشون بده که خالیه. خب میریم که ببندیمش. دوستان بسته شد و کار ما به پایان رسید. موفق باشین تا جستجوی دیگر. بدرود.